روزگاری در گوشه‌ای از هندوستان سرزمین کوچکی بود که حاکمی داشت به اسم بهرام. بهرامشاه به خاطر بی‌اولادی آنقدر اشک ریخته بود که چشمانش دو کاسه خون شده بودند. سرنوشت تلخ بهرامشاه تخت پادشاهی را در نظر او خاک ذلتی ساخته بود. دلی پرخون داشت. پیری و کهولت سن بر او غلبه کرده بود و روز به روز ناتوان‌تر می‌شد. یک روز پادشاه وزیرانش احمد وزیر و صمد وزیر را به حضورش طلبید و گفت: در این دنیای فانی دل به فردا نمیتوان بست. دیر یا زود ستاره عمر من افول خواهد کرد. حالا که خداوند فرزندی به من عطا نکرده است وصیتی دارم، با آن اینکه احمد وزیر که وزیر اعظم است بعد از مرگ من بر تخت پادشاهی بنشیند و صمد وزیر وزیر اعظم او شود. درد من از درمان گذشته است، اما همسر ملکه گلنگار را چنان در قصر عزیز و گرامی بدارید که تا دنیاست خالی در قلب او ننشیند. از حکم خدا نمی شود فرار کرد، چون زن بهرامشاه حامله شد. اما بهرامشاه درد بی‌علاجی چنان بر جانش افتاد که قبل از تولد فرزندش در بستر مرگ خوابید. او به تعجیل وزیرانش را فرا خواند و گفت: حالا که خداوند مرا به آرزویم رسانیده است و فرزندی در راه دارم، چنانچه صاحب فرزندی سر شدم، مثل پسرتان از او مراقبت کنید. تاج و تخت پادشاهیم را چون امانتی نگه دارید و وقتی او به سن بلوغ رسید خطبه پادشاهیش بخوانید و سکه به نامش ضرب زنید. و اگر صاحب فرزندی دختر شدم، مثل ملکه ها او را محترم بدانید. وزیران به عزت و شرف خود سوگند یاد کردند و بهرامشاه بی مطمئن چند روزی بعد دار فانی را ودا گفت. از آن طرف احمد وزیر فردی با ذات شیطانی بود. با خود گفت: اگر ملکه صاحب فرزندی پسر شود و عالم و آدم از این امر با خبر گردند، آرزوی تاج و تخت پادشاهی که در دل دارم برباد خواهد رفت. پس با خودش تدبیری اندیشید. بر صدد برآمد که ملکه را قبل از به دنیا آمدن فرزندش سر به نیست کند. برای همین روز او را برای تفریح و تفرج همراه با ندیمه و کنیزانش به جنگلی فرستاد. اما در خفا از جلادی خواست که ملکه را در تنهایی و دور از چشم دیگران سر به نیست کند. جلاد دور از چشم همه به گلنگار حمله کرد. گلنگار هرچه التماس کرد اما ذره‌ای مهر در دل جلاد نگفتاد و گلنگار قبل از به دنیا آمدن فرزندش سر از تنش جدا شد. جلاد سر گلنگار در بقچه‌ای پیچید و برای احمد وزیر که بی‌صبرانه منتظر او بود برد. صمد وزیر که پنهان شاهد همه این قضایا بود، زمانی که جلاد از محل واقعه دور شد با دلی غمگین و محزون جلو آمد تا ملکه تیره بخت را خاک کند. اما وقت به بالین او رسید دید که فرزند گلنگار به دنیا آمده و روی زمین در خاک می‌غلتد. بچه پسری بود بسیار زیبا. صمد وزیر نافش را قطع کرد و گلنگار را به خاک سپرد. سپس به شکل تاجری درآمد و خود را سریع به یک آبادی رسانید و در جستجوی زنی شیرده بود تا نوزاد را شیر دهد. صمد می‌دانست که اگر احمد وزیر گوی از این ماجرا ببرد او را نیز به درک واصل خواهد کرد. پس بچه را بغل کرد و از آنجا دور شد تا رسید به کاروانی که از یمن به هندوستان برای تجارت می‌رفتند. نزدیک کاروان رفت. دل به رحمت و کرم خدا بست. فوراً لعلی گرانبها و درشت در قنداق نوزاد گذاشت و نامی به قنداقش سنجاق کرد و به سرعت از آنجا دور شد. او اندیشید هرچه مقدر است همان می شود و با قضا نمی توان در افتاد. شب شد. یک از کاروانیان صدای نوزادی را شنید. به سمت صدا رفت و دید نوزادی در قنداق است و نام بر سینه دارد و تنها در بیابان رها شده است. قنداق را برداشت و به تاجر سپرد. تاجر فرزندی نداشت. قنداق را باز کرد که ببیند پسر است یا دختر، اما نامه را دید. در نامه چنین نوشته بود: این نوزاد اقبالی بلند دارد و نامش یادگار است. لعلی گرانبها بر قنداقش دارد که مثل گنجی است و خرج یک لشکر را کفایت می کند. به این بچه مشق پهلوانی و حکمت بیاموزید که بیشک تاج خسروانی در انتظار اوست. تاجر نامه را مخفی کرد تا به یمن برسند. نوزاد را به همسرش سپرد و داستان را کم و بیش برایش تعریف کرد. همسرش هم با دیدن یادگار گل از گلش شکفت و احوال محزونش رو به شادی رفت. تاجر و همسرش چون جان شیرین از یادگار مراقبت کردند. سالها گذشت و یادگار جوان برومند شد.
روزی تاجر را درد سختی بر جانش افتاد. طبیبان گفتند باید از آب چشمه شفا بنوشد که محلش در هندوستان است. یادگار تا این خبر را شنید عزم سفر کرد تا به چشمه شفا رسید. خیمه زد و چند روزی را به استراحت و شکار پرداخت تا وقتی که خستگیش در رفت فردایش مشکار از آب چشمه پر کند و راه خانه شود. زمانی که خواست به سمت چشمه برود خیمه‌هایی را دید. کنجکاو با آنجا رفت. ناگهان دید از خیمه دختری بسیار زیبا بیرون آمد. یادگار در یک نگاه شیفته دختر شد، به سمت او رفت اما از عشق زیاد بر زمین افتاد. زمانی که چشم گشود دختر را در کنار خود دید. دختر که گلابتون نام داشت از اسم و رسم جوان پرسید. یادگار به نون لحظه‌ای پلک زدن هرچه که می‌باید گفت. بالاخره یادگار از عشق صحبت کرد. گلابتون یکی خورد اما او هم در اینش گرفتار شد. چند روزی را آنها به عشق و عشرت سپری کردند و بالاخره یادگار راهی سفر به یمن شد. به گلابتون گفت باید برگردم، پدرم سخت بیمار است. دوایش آب چشمه شفاست، اما مطمئناً باز خواهم گشت. یادگار مشکایش را از آب چشمه پر کرد و سوار بر اسب تیزپایش شد و چون باد به سمت یمن تاخت. تاجر از آب چشمه نوشید و سلامتیش را باز یافت، اما پسرش را سخت افسرده و غمگین دید. از آن طرف گلابتون وقتی به خانه برگشت شنید که احمد شاه که همان احمد وزیر بود روزی را برای ازدواج او و پسرش تعیین کرده است. گلابتون از این خبر بسیار غمگین شد. نامی نوشت و از قاصدی یک سوار خواست که نامش را به تعجیل به یمن برساند که اگر دیر کند چاری جز یک عمر سوختن و ساختن نخواهد داشت. نام گلابتون به یادگار رسید. او خشمناک شد و آماده حرکت. تاجر خود را به فرزند رساند و علت این سفر را جویا شد. یادگار گفت پدر، سوگلی دارم که در غربت انتظارم را می‌کشد. این سفر ممکن است بازگشتی نباشد و کشته شوم. برای همین خواستم بی خبر برم که شما را بیشتر از این نیازارم. تاجر جواب داد سوگلی تو هر کسی هست، حتی اگر دختر پادشاه، برایت خواهم گرفت. یادگار گفت پدر او از سرزمین هندوستان است. پدرش کرسی وزارت را دارد و پسرش شاه خواستار اوست. اگر نجنبد کار از کار خواهد گذشت. تاجر که از این خبر رنجیده شد گفت 30,000 سرباز تدارک می‌بینیم، با اعلام جنگ به سوی هندوستان می‌رویم. یادگار تبسمی کرد و گفت پدر، خوابی یا بیدار؟ انگار در رویایی. طبل جنگ زدن و لشکر آراستن دنیای زر و زیور می‌خواهد. ما را توان چنین خرجی نیست. یک و تنها می‌روم. اگر در تقدیر من باشد که زنده نخواهم دید. تاجر که دید یادگار از عشق زیاد بی‌تاب است و هر لحظه ممکن است سوار بر اسب سوی هند بتازد، بیدرنگ گفت روزی در سفر هند بودم، از کاهن اقبال تو را پرسیدم. گفت ستاره بختت در روشنایی قرینه‌ای ندارد. پسرم، من گنجی دارم که تو از آن بیخبری. آن را به پادشاه یمن می‌دهم. از مردان جنگش لشکری آراسته و با هم به سوی هندوستان می‌رویم. اگر به زبانم خوش شد که هیچ، اگر نه دمار از روزگارشان در می‌آوریم و مجبورشان می‌کنیم سوگلیت را به تو هدیه کنند. بخت با آنها یار شد. حاکم یمن در مقابل آن لعل که به هزاران طبقه طلا می‌ارزید سپاهی آراست و به یادگار سپرد. یادگار قاصدی به دربار احمدشاه فرستاد و خواست یا از سودای گلابتون درگذرند یا آماده رزم شوند. احمدشاه که تاب این اهانت را نداشت به لشکرش دستور آماده باش داد. دو سپاه مقابل همدیگر قرار گرفتند و چندین شب و روز به نبرد پرداختند و نزدیک بود یادگار آن سرزمین را تسخیر کند. احمدشاه که دید شرایط سختی است چاری اندیشید و درخواست جنگی تن به تن کرد. او پهلوانی به نام جاسم را فراخواند و با وعده وزارت او را به میدان فرستاد. جاسم و یادگار به میدان رفتند. جاسم حریف قدر بود. صورتش مثل مرکب سیاه، چشمهایش کاسه خون، پهلوانی که اگر می جنبید صاعقه و طوفان در برابرش هیچ بودند. یادگار که در این فکرها بود با نعره‌ای بلند شمشیری بر فراق جاسم نواخت، اما انگار شمشیر را بر سنگ زده بود. بار دیگر به سوی خیز برداشت و نزدیک بود جاسم یادگار را مثل خیار بدونیم کند. در همین لحظه یادگار با گرز جاسم را از اسب به زیر انداخت و در یک لحظه با یک ضربه بر گردنش مادر جاسم را به اعضایش نشاند. به دنبال این پیروزی یادگار همراه لشکرش روانه خیمه احمدشاه شدند
و در نبردی احمد شاه را با پسرش از بین بردند. صمد وزیر که از این اتفاق بسیار خوشحال بود، پرچم تسلیم برافراشت و اعلام شکست کرد و آداب سروری را به جای آورد و تخت شاهی را به یادگار سپرد. پس از این ماجرا صمد وزیر نزد تاجر رفت و گفت: اگر اسم فرزند دلاورت یادگار نبود و چنین سن و سالی نداشت و شبیه بهرام شاه نبود، هرگز تو را قسم نمی‌دادم. اما به خدای واحدی که هر دو می‌پرستیم سوگندت می‌دهم. آیا یادگار واقعاً پسر توست یا دست تقدیر او را سر راه تو قرار داده است؟ تاجر که دید تاج تخت این گوشه از هندوستان به دست یادگار افتاده است، اگر سر و رازی هم باشد باید خود او هم بداند، گفت: چون این به نظر میرسد که تو چیزهایی میدانی و من هم چیزهایی. پس اعیان و اشراف فراخوان پیش سلطان یادگار میرویم. هرچه هست و نیست بی کم و کاست تعریف میکنیم. صمد به یادگار خبر میدهد که رازهایی است که تو باید آن را بدانی. همکنون پدرت خواهد آمد تا من و او از ناگفته‌های سخن بگوییم که هرگز از آن خبر نداشته ایم. زمانی که همه اعیان و اشراف برای پابوسی سلطان یادگار آمدند، خیلی‌ها گفتند انگار خود بهرام شاه است، گویا از نو جان گرفته است. صمد وزیر از هرچه دیده و شنیده بود سخن گفت. سپس نوبت به تاجر رسید. در میان جمع گفت: به خدا سوگند خورم که جز حقیقت چیزی بر زبانم نرانم. سلطان یادگار جان شیرین من است، برایم بسیار عزیز است، اما پسر واقعی من نیست. زمانی که نوزادی قنداقی بود در شاهراه هندوستان آن را یافتم و با خودم به یمن بردم. نامه‌ای همراه داشت که اکنون تقدیم سلطان می‌کنم. یادگار آن نامه را خواند. سپس پدرش را در آغوش گرفت و بر دستانش بوسه زد. بزرگان دربار از اینکه اریکه سلطنت دوباره به دست سلسله بهرام شاه افتاد شادمانی کردند و طی جشن باشکوهی خطبه پادشاهیش خواندند و سکه به نامش ضرب زدند. هنوز چندین شب و روز نگذشته بود که خبر ازدواج سلطان با گلابتون اعلام شد و چنان بزمی به راه افتاد که جهان پیر کمتر قرینی از آن همه شکوه در خاطرش داشت.